میدونید چرا درای ماشین ترامپ اینقدر کلفته؟ شاید باورتون نشه ولی ماشین ترامپ از تانک هم مقاوم‌تره. با شیشه‌های ضد گلوله 13 سانتی متری که داره، حتی گلوله ضد زرهی RPG هم نمیتونه بهشون نفوذ کنه. اگه کسی بخواد زورکی وارد ماشین بشه، سیستم شوک الکتریکی در دسته درا فعال میشه و مهاجمو برق گرفته تحویل پلیس میده. باور نمیکنه اما حتی بمبگذاری و موشک هم بهش نمیرسه، چون ماشینای اسکورتش قبل از برخورد با رادارهای مخصوص تهدید رو تو هوا خنثی میکنه. در صورت تعقیب سیستم پاشش قیر و میخای فولادی فعال میشه تا ماشینای دنبال کننده رو از کار بندازه. حتی اگه لاستیکاش پنچر بشن، به خاطر سیستم رامفلت رینگ های این ماشین میتونه تا 100 کیلومتر بعد از پنچری مسیر خودش رو ادامه بده. کابین ماشین هم کاملا ایزوله است. هیچ هوایی از بیرون وارد نمیشه تا در صورت حمله شیمیایی اکسیژن تمیز داخل بمونه. از امکانات داخل کابین هم یک کیت کامل کمک‌های اولیه مخصوص ترامپه که شامل خون همگروهش و کپسولای اکسیژن شخصیه. حالا شما بگید این ماشین سگ جون‌تره یا ال90؟ اگه کرک و پرتو هم ریخت، لایک و بزن و فراموش نکن دانستنی روز رو هم فالو کنیم.